روز 28 ماه سال 2024 از بازداشت منوچهر خالق‌نظرов رهبر انجمن حقوق‌شناس پامیر و یک کمیته شناخته حقوق انسان از ولایت مختار کوهستان بدخشان 2 سال گذشت. خالق‌نظرov از سوی دادگاه اولی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شده است. حامیان حقوق حکم او را ناعادلانه، بی اساس و انتقام برای حمایتش از حقوق انسان می‌شمارند. در سالگرد دوم پشت پنجره افتادن منوچهر خالق‌نظرov 5 سازمان حامی حقوق انسان، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و سازمان جهانی ضد شکنجه در اظهارات مشترک نگرانی افزاینده خود را از باز هم بدتر شدن وضع سلامتی منوچهر خالق‌نظرov در محبس بیان داشته، بار دیگر از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که او را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. بریجت دیوفور، رهبر مشاورت بین المللی برای حقوق انسان، گفت منوچهر تنها با یک سبب، فعالیت خسته‌ناپذیرش جهت رسانیدن کمک به قربانیان از همه آسیب‌پذیر نقض حقوق انسان دستگیر و زندانی کردند. ما مبارزه‌مان را به ضد این حکم ناعادلانه تا زمان ادامه خواهیم داد که او آزاد شده به خانه پیش اهل خانواده‌اش برگردد. منوچهر خالق‌نظرov، رهبر انجمن حقوق‌شناسان پامیر، از سازمان‌های انگشت‌شمار در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که به مسئله حقوق انسان مشغول بود. روزهای 25 و 28 نوامبر سال 2021 قتل مرموز ساکن نویه رشقله گلبدین زیابکوف بعد همگی چند ساعت بازداشتش باعث موج اعتراضها در شهر خاروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. بعد 4 روز اعتراضها مقامات راضی شدند که قتل زیابکوف و باز 2 ساکن در جریان اعتراضها کشته شده را همراه با نمایندگان اعتراضگران تفتیش کنند. برای این و نظارت اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران از حساب نمایندگان جامعه شهروندی یک نهاد با نام کمیسیون 44 تأسیس داده شد. منوچهر خالق‌نظرov نیز به عضویت کمیسیون 44 انتخاب شد و در این نهاد عضو گروهی بود که میبایست از نام اعتراضگران در تحقیق حوادث اخیر اشتراک میکرد. او همچنین برای قربانیان حوادث خاروغ ادوکات پیدا میکرد. ولی ماه سال 2022 مقامات موج نو اعتراضات در خاروغ و روشان بدخشان را با استفاده از سلاح و نیروی ویژه سرکوب کردند و بیش از 30 نفر کشته و بیش از 100 تن از ساکنان و زادگان بدخشان از جمله 13 عضو کمیسیون 44 با شمول منوچهر خالق‌نظرov به حبس کشانده شدند. مرافعه پرونده خالق‌نظرov در سزای کمیته امنیت در دوشنبه پشت درهای بسته گذشت و با وجود دعوت‌های به تکرار سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان، دادگاه اولی تاجیکستان روز 9 دکمبر سال 2022 منوچهر خالق‌نظرov را با جرم‌های چون عضویت در سازمان جنایتی و دعوت‌های عمومی برای سرنگون کردن ساخت دولت به 16 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خود او این اتهام را کاملا رد کرد و خود را بیگناه می‌شمارد. در اظهارات 5 سازمان حامی حقوق گفته می‌شود که وضع سلامتی خالق‌نظرov در محبس بد شد و او از جمله از درد تخت پشتش اذیت می‌کشد. مقامات تاجیکستان به اظهارات مشترک این 5 سازمان با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خالق‌نظرov هنوز واکنش نکردند، ولی قبلا دوشنبه چندین نوبت‌ها با طلب رهایی افرادی که در پی سرکوب اعتراض‌های بدخشان دستگیر و محکوم به زندان شدند صرف نظر می‌کرد.